الحمید. الحمید ذاتی که مستحق است که تمام صفاتی که به جلال و عظمت از او شایسته هست بر از او بیان شود. تمامی صفاتی که در قرآن عظیم‌الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده، همه این صفات مخصوص از او و الله مستحق از این صفات است. انه هو الحمید انک حمید مجید. در هر نماز خود میگیم که یا الله تو حمید و مجید هستی. و حمد یعنی ذاتی که تمام صفات عالی و شایسته بر از او خاص می باشه و او مستحق تمامی این صفات کمال است. ذات حمید که مستحق حمد فقط و فقط اوست و کسی دیگری نیست. الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.